آقا سلام علیکم، وقتتون بخیر. از اونجایی که من قهوه خیلی دوست دارم روی این مکافات ها یه اختراعات کوچیکی انجام بدم. یه دونه از این مکافات ها رو میگیری، یه دونه شعله پخش کنه داخل فندک اتمی گیر میاری، میچپونی تو این سوراخ ها از اینا. حالا داخلش رو باید در بیاری. من موقتا همینجوری میذارم، حالا بعد درست میکنم. یه دستمال کاغذی هم میذاری داخلش برای تصفیه قهوه. خب میذاری که جوش بیاد و عصاره‌گیریش انجام بشه. حالا یکیش کیپه، یکیش فعلا میاد، بعد درست میکنیم. خب بعد اینکه حالا عصاره‌گیری انجام میشه، ببینین چه عصاره‌گیری قشنگی، چه کفی میکنه. به 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 به. یعنی بهتون قول میدم اینطور قهوه‌ای تا به حال محاله نخوردید. کافیه یک بار امتحان کنید، با ما همراه باشید تا اختراع بعدی. خدا یار و نگهدار.